رجب علی ابرانی در خونه پرودوکت نداریم. ایش اوقات کدام پگه یگان چی نداریم. آخی زنگ جون من 3-4 روز پیش خیلی گفته بودم که پولی کوارتیر را که پای توفاکی سپاری برای پرودوکت بخر. 3-4 روز گذشته تو اولی پرودوکت نخریدای. رای بزرگ ندیدای. آخی اپای توفا سومی کوارتیر را نآورده. چه سوما نآورده؟ 3-4 روز گذشته توها زیر پولی کوارتیر را نآورده. آخی نآورده است. با تلفن است که زنگ بزنی. دایر روز 30-40 برو چه وقت زنگ بزنی. خواهر برادرت زنگ بزنی. نمیتونی که زنگش بزنی. زنگ بزنم تلفنش کشتگیه. تلفنش کشتگیه یا؟ یعنی که اپای توفا بونو 3-4 روز شده از کوارتیرش نسپاریده است. بالایی با تلفنش خاموش کرده است. بازی من اپای توفا بونو تا نشون میدم که رجب علی کیه. بیرون ایدارش میکنم برام اینی میشوی. بیرون ایدار. مردک جان، ایسته آروم شوید. یک بار روزهای گذشته را به یاد بیارین که ما چقدر عذاب کشیدیم. حتی نانی خوردن نداشتیم. سلام علیکم اپای توفا. سلام علیکم. اپای توفا بونو چطور شما؟ میشه خوب. نازی بچه جان. بیا خونه دروید. رحمت من میرم از سروسیمه ایم. اپای توفا امروز چندمه؟ امروز پنجمه رجب علی. امروز 5مه؟ 5 روز گذشته است که باید شما پول اجارتون رو بدین. اولی هم نسپاریدین. رقمای تلفنتون جواب نمیدن. پول تلفن‌ها خاموش کردگیان. خونه من اینم یک قدم راه. میتونستین که میرفتین میپرسیدین بچه خاطر شما پول اجاره را نسپردین. معقول تو نیست؟ موافق شرطنامه همین بود که آخری ماه ده پول اجاره را میسپرین. امروز 5 روز گذشته شما اجاره را نسپردین. چی گپای؟ رجب علی جان، همین بچه معاشش که گرفت حتما برده من میسپرم. نشده معاشش آخی. تلفنم ویران شد برده ساز کردیم. ساز نشد برده فروختیم. کم ترک دارو و کل خریدم. دارو و کل خریدین؟ ما در فرقش شما دارو و کل میخرین. سلام علیکم خواهران، مادران و اپاهای عزیز. ما امروز خیلی خرسندم که کمپانی فابریلیک برای شما شرایط خوبی کاری را فراهم آورده. شما میتونید نه در گرمی نه در سردی ای خانه هاتون نابرآمده در خانه هاتون نشسته توسط تلفن های موبیلیتون کار فعالیت خود را پیش برده در یک ماه از 3000 تومانی تا 8000 تومانی مبلغ پولی را به دست بیارید. برای این کارو کردن شما نه مبلغ صرف میکنید نه به یگان جا میروید. فقط در رقم زیر همین ویدیو بوده اپای شهلابونو از نام رجب علی ابرانی مراجعت میکنید. اپای شهلابونو شما را به پول رجیستراسیون میکنند و باز یک چند امکانیت دیگر را از نام ما برای شما پیشنهاد میکند. در رقم واتساپ اپای شهلابونو + 7991 55 80 687 مراجعت کنید دوستان. دارو و کل خریدین؟ ما در فرقش شما دارو و کل میخرین یا یگان کمبودی دیگر بود میکنین تا پگره شما در مهلت یا پولی اجاره را میسپرین یا جیل جنده تون میگیرین خونه را خالی میکنین. فهمیدین مرا؟ دیگه یگان امکانیت نیست شما در 5 روز گذشت. 5 روز. رجب علی بچه جان، از همون روزی که ما به همین محله برای پرسیدن اجاره آمدیم ما رو به نزد شما روی کردند. گفتن شما آدمی خیرخواه هستید، آدمی هستید که به همه دلتان میسوزد، به همه کمک میکنید. منم به همین سبب به نزد شما رفتم. شما باشد این روز آمده ما رو از در بیرون میکنید در این خونگی. من یک آدمی بیمار هستم، به کجا میروم؟ اپای توفا 1000 بار بخشش. ما انسان های رحمدل، ما انسان های مهربان یک عادت بد داریم که زود عصبانی میشویم، زود غضبی میشویم، زود سخن قبیح میگوییم، لیکن باز زود پشیمان میشویم. 1000 بار بخشش اپا جان، 1000 بار بخشش. کدام وقتی که شما کمبودیاتون نابود کردین، کدام وقتی که شما پول یافتین، بعد میتونید که پول اجارتون آماده سپارین. اگر یگان کمبودی شید، اگر یگان خدمت شید، ما هم وقت در خدمتیم. 1000 بار بخشش برای عصبانی شدن. 1000 بار بخشش. زنده باشین. گذشته را به یاد بیارین که ما چقدر عذاب کشیدیم، حتی نانی خوردن نداشتیم. رجب علی ابرانی.